خونه شد تنگ نه توی دوگانم یک دو روز کجای رفت گفت که یک دو ماه همی خونه مرا نگاه کنیم بچم شما رو هیچ وقت محتاج یگان که چی در نمیمونه یک چند نفر همکاری کردیم شد دروغگو فریبگر همه خلاو همه خیلی آدما برآمدن جمع کلی لباسامون من هی جوره گفتم بریم همجا میستیم بچه نمیتونم دیگه خونی بچه خونم باشه دیگه نمیتونیم دقیقه نکنه نوچه جونم باش خوب میشود ما زیدی لباسامون جمع کنیم نوچه جون میریم خوب جانم شبه نوچه جون دقیقه نکنه نوچه جون خونه شد تنگ نه گفتم تو مکتب خونی برای تو آمدم همراهی شبم بچم جمع کنیم بسامونو جونمش خوب میشم خوب گیری نکنه قربانتون شم بایزی ما لباسامون جمع کنه میره که زنی من وانی نیست که داری خونه برو هم لباس بشو هم خراک تیار کنه هم مکار برو خونه را کنه شما در اینجا دم بگیرین خدا جان حتی روزش میرسیده که اکای خودت حتی تعنت میکرده اوچه جان مگر که خونده تمام کنن شما رو هیچ وقت محتاج یگان که چی در نمیمونه اکمال یک کاری رو که کرده است یک روزای فرزندی خودش میبیده به خاطر شما اوچه جان خواب میکنم تنها به خاطر شما صبر میکنم اوچه مقدس جون بابا چه جون خیلی خونه مایده ها کم باشه خسروها کیا چه جون خونه دیل کشوی ولی الاف پلافکوی توزه میکنیم آنجا بویقه گشنیچک میکوریم اکروب میکوریم ریحان میشنونیم بویقه بودرینگ میکوریم با تیرامو ها بو میگیریم بانکو دا محکم میکنیم فکری خوب باشه جون میگن کو از امی خوراک مینت آلوده خوردن عذاب کشیده یافته خوردن بهتره بله بچه خود من باشه دخترم بسیار زخم زد باور که هیچ گپ نه همش نقض میشه انشالله کار میاوم کار میکنیم پلی اجاره هم میتیم برای خوردنی مونم میاویم همش نقض میشه مهم تبی مکتب خون بچم شد می تو مکتب خون من برای خوندن تو چی از کفشی پوچه من میفروشم و من توی میخونم دخترم هیچ زیق نشه چجون هزار گفتن من میرم همین زمینای ایقا آمون ملایم شوه ایقا پابیل کنم شه خوب بچه جون اوچم شون کجا رفته باشم که نگفته ای زنی مرا یگان چی الو سلام علیکم اوچه جون سوزن خوبه اوچه ای کار اومدم خونه ده نیستین اوچه نه شمای نه خواهر مای همه جمعه ایستادن اوچه یگان کمبودی نبود یگان چی نبود کجا رفته این ها فهمو کوچه شهزاد چون دم خونه زمینی هسته همجا شید اگه نه حاضر من میام اوچه نه یگان جانب رین اوچه جان حاضر من میام مایل اوچه خوب اوچه جان خوب یگان جانب رین میام مایش یک کدره هم میفته باشه نمیفته باشه گفتم همین خیلی دستی راست بیاد
یفته که اینا یفته نخشن آمد حقیقت خواهران مادران و اپاجانکو میرسونم که اپاجانای ما تلفنی دستی شما برای فقط ویدیو تماشا کردن و زنگ زدن نیست. شما میتونید توصیه هم تلفن موبایلتون در خونه بشینید خونه نبروه در یک مکان کم 80000 سرکرده تا 15000 تومانی پول به دست بیارین. برای بکر قبول شدن شما در دیپلم لازم نیست، زبان خارجی دانستن لازم نیست. دانشجو اختراق و صدفایزه میتونین کار کنین. اپایی که در کارخانه دولتی و کارخانه شخصی کار میکنین شما رو هم صدفایزه میتونین کار کنین. برای بکر قبول شدن شما یگون کسب پول نمیتونین، التماس نمیکنین. فقط در یک روز 3 ساعت وقتتون صرف میکنین و برای بکر قبول شدن رقمای واتساپی بالای اکران دایرکتری شرکت فابلیک اپای مهرناز بانو اینا میدو دایرکت جبالی برونی مراجعه میکنین. اپای ما تمام نوزکی کار نقطه به نقطه شما رو میفهمونه به پول یاد میته و شما رو میتونید رنگی همه اپاجانی ما یعنی که پول خوب به دست بیارین. و گفتن همون در شرکت فابلیک کار کردن چی خوبی داره. 21 روز پس شما معاش میگیرین، غیر معاش هر ماه توفه میگیرین. غیر توفه وقتی شما 2 ماه 3 ماه در شرکت فابلیک کار میکنین دایرکتری شرکت فابلیک میشین در این حالت 20000 تومانی از جانب شرکت شما را توفه میدن جاشده غیر یک چله طلا این از جانب همین اپای مهرناز قبول میکنین. برای همین حرکت کنین بنویسین و گفتن همونا که وقتی که شما در شرکت فابلیک کار میکنین با برای تولد هر یک فرزندتون 10800 تومانی دیگه توفهتون میده. برای همین یگون کسا گوش نکنین، بدروین حرکت کنین، کار کنین. این واتساپ در همینجا موندگی ساید معاش خوب شین، درست تگ نشین. السلام علیکم اوچه جان. السلام علیکم. بیا بچم. چه داره اوچه جان؟ سوزی تینجی. چه خواهر جان؟ اوچه جان من نفهمیدم. چه بچم؟ برای چی شما بیخبر لباساتون رو جمع کردین خطی خواهرم اومده اینجا؟ یگون کمبودی بود در خونه ما؟ یگون مشکلی بود؟ یگون چی نمیرسید اوچه؟ نه بچم یگم کمبودی نبود، یگم چی نبود در خونه تو بچم. امی دوگانم یک دو روز کجای رفت گفت که یک دو ماه امی خونه ما را نگاه کنیم بچم. برای امی آمدیم. بیا خونه درویم. بیا بچم. بیا خونه در گپ زنیم. بیا. بزن. رفت دخترم یک چای گرمک ما. یک چای دمکه که چای خوره. اینجا بوده ها اوچه؟ ها بچم. هم دوگانم از همین دوره کودکی همسین بودیم، یک جا خوندیم. بسیار دوگانم انسانی خوب ایده. همین گفت که یک دو سه ماه میرم همین خونه هم داری مرا نگاه کن. همین اگر رو تک کشم باقی همین نکو یک گشنیچه کش همین بلگره کش همین زنجبیله کش یا نگاه میکنیم و خیلی زندگی بچه همین هیچ گپ نه. همین با دوگانم که اومد با میریم خونه تو. قبول اوچه جان. خیلی ببینین همین برای شما جای راحت باشه، یگون کمبودی نباشه، یگون گپی نداره. باشه بچه. خیلی که شما در محخوله ها اوچه؟ اگر نه همونجا میستودین اوچه جان؟ خیلی با میریم ولی بچه مایلش. خونه داریم خواهر چای گرمکمون. بیا بچم صدقه در خدته یاد کردم تا بچه می. رجب علی جان مقصد از دعوت کردن خودت همه که ما برای همکاری کردن شما را دعوت کردیم. روزی که یک نفر همکاری کردیم شد دروغگو فریبگر همه قلاو همه خیلی آدما برآمدن کار ما یعنی پیشروی نشی. انا کوزی خدا خواهد ما شما را دعوت کردیم که همچون یک آدمی تجربه دار کردم همکاری کنیم با یک فعالیت ما کنیم ما پیشرفت کنیم. با فکرهای شما را گوش میکنیم. میدونی برادر اگه نمیدونم خود درباره من میدونی نمیدونی من کجا یک کار کردم همین چی نقشه کشیدم یا چی کاری مثال پیش بردگیم مثلا 100% برای کارم جواب میدم. مثلا من همون بیزنس خود در 100,000 میکنم مثلا نقشه خود در 100,000 میکشم یا مثلا 500,000 میکشم چه خبری که میکشه 100% من کفالت میکنم که همین کاری من میشود. برای کی؟ برای چی؟ برای من کار را جوش نمیکنم. یک مدام ما همون کار را انالیز میکنم میبینم میسنجم 10 طرف میبینم بعد خلاصه گپی کار را آغاز میکنیم. در این مسئله یگون مشکلی نیست. با غیر ای باید ما کی حاضر یک لحظه کی فراش لبای یک بولی جبی همینجا یک پاکوری کنیم که کمتر باید شده بعد همینجا ما کمتر آب ریزوندیم
اینجا هم با هم ساچاقچن و سلفیتکه خطی توزه کردم در کن نگاه کنین برادر عزیز بعد یک طرفی کار چیه بعد این نقشه ما باید در کار کارگری به تجربه انتخاب نکنیم یک کارگری را باید ما انتخاب کنیم که تجربه دار باشه با جای 3 نفری که به تجربه یک نفر تجربه دار را بگیریم 100% کاری 3 نفر اجرا میکنه هم خلاص بهترین هم فکر برای همه چیزا را دقت جدی دادن در کار گوش دارم گاز نگی مادر عزیز شما بریم بعد هیچ گپ نداره بعد خیستن ما میکنیم بله خواهش میکنم اجور وظیفه‌اش نه درست میگه خدا کارش کنه راست میگه بچم وظیفه‌م اومد حالش قبول هیچ گپ نی خوب دوام میتین خلاصه درباره کادر گپ زدیم حالا آدم با تجربه میگیریم کار مثال پیش میره بهترین که موفق میشین بهترین بسیار خاطر پریشان مینمایی نه او استولا دیدین یه نفرش دیگه راستی گپ همون برای باید میشتیم از صحبت میکنیم مسئله میکرده میخوای که نه فقط یه مشکل نداره با صحبت دوام میتیم اگر باید بشه من همینجا منتظر میشم نه اپاکو اوچا لبای بیا بچه همین پشت ایقا درختای پشت خانه آو ماندم بیا بچه السلام علیکم بیا بچه جون خیلی اوچا نازم بچه اوچا جون من شما را نفهمیدم شما بپرسی شما اوچا جان از خونه خستین لباساتون را جمع کردین اومدین حالا که همه شرایط ما مهیا کردگیم همه چی هست همه چی میرسه اوچا امروز با میبینم که در آشخونه همچون فروش کار کردین اوچا آخه اوچا جان شما میدونین من آبرو دارم من در نزد دوستا رفیقام قدر قیمت دارم اوچا جان یک جای خدمت دارم اوچا آخه شما اوچا جان آبروی مرا ریختنین مرا شرمنده کردنین اوچا شما در چی نمیرسه که اوچا جان کار میکنین با چی خاطر کار میکنین من شما را گفتم که دری جمع زندگی کنین من همه شرایط برای شما مهیا میکنم آخه اوچا با چی خاطر ای خونه من خستین اومدین اوچا با چی خاطر بچم شب و روز در نمازم دعا میکنم که ماشاءالله قدر و قیمت تو مرتبه تو از این بالاتر شوه بچم بعد اینه که خداوند از شرمندگی پناه تیه بعد اوخی مهنتی حلالای فراشی بچم میخوای فهمی ایجا خانه دگانم نیست ایجا ایجاره فهمیدی من هر ماه 1000 سومون ایجاره پلی میتیم به خاطر دخترم که دخترم خانه صاحب معلومات شوه صاحب کسب شوه فقط از زندگیش خور نشه و عذاب نکشه ای مادری با سواد میگن فرزندی با سواد به دنیا میبیاید بچه به خاطر آمدم که شما خوشبختانه زندگی کنین به خاطر آمدم که صد راه زندگی شما نشوم به خاطر آمدم که زندگی شیرین شما ویران نکنم به خاطر آمدم که دختری ما صاحب کسب شوه صاحب معلومات صاحب دیپلم شوه به خاطر که دختری ما در آینده خانه یک کس خوشبخت کنه فهمیدی فهمیدم اوچا جان این خیلی باشه شما را مرا درست بفهمین مرم خوشبختی شما را میخوام مرم سربلندی شما را میخوام جمع کنین لباساتون هم بریم اوچا جمع کنین اوچا جان جمع کنین تمام جمع کنین میرین مقدس آقا بیاشی جان لباسامون جمع که میریم بچم
چیه؟ این همی دستی ما بدگیر اخه چشماتا کلان کلان کشو میگم چیه نمیو خیلی نمیدونی ما همیو را ای تگی و نیفتم مستو کم بنده چیزی که گفتیم نکنه برو مرده خیلی نمیدونی خیلی تو گناهگار نیستی همی قوا خوچه میگفت که همی خیلی کارای پس دیولاز در همی جادوگرا قدی نیم خیلی فال بینو قدی رفت اومد دارم خیلی کارا را میکنه ما اوچه ما باور نمیکردم تو را باور میکردم ما بگفتم زنی ما هیچ وقتی کارا را نمیکنه زنی ما بگفته ما بپرسی چی ما یک قدم بیرون ایدر نمیمونه یکی چی گپایی؟ یه چلای مای این ساعتی مای چی گپایی؟ ای زنکی به عقل او فالبین او جادوگر اگر زندگی خوب کن باشه قوت قدرت زندگی یک از بهتر میکردگی باشه اول زندگی خودش خوب میکنه اول زندگی خودش بهتر میکنه اول زندگی خودش شاهانه میکنه فهمیدی؟ پیش اونی که زندگی ترا کنه با 100 سومون 200 سومونی تو زندگی نمیکنه اگر او قوت داشته باشه او قدرت داشته باشه اگر جادوگر فالبین قوت قدرتی خیلی بزرگ داشته باشه برای جدا نیفت پیدا کردن چندین عالم و متخصص سرگردان نمیشوه اما این فالبین هم میبرن میگن الان اینجا نفته الان اینجا گازای فهمیدی؟ به سواد گمراه متهم این همی کارو را کهی که بس کردی بد خونه میوی راست خونه و چند چند سب کلین خطابیش فهمید دیگه تکرار نمیکرد کلی خطاگیش هیچ بخوام خورای نالی اسب میاره ولی بکاموزی دیگه نالی خربون میاره زندگی شیرین شه خودش ویران نمیکنه ولی دستش دیگه هی ما امروز ترای در بیرون نمیکنم با خاطر سخنی مادر نباشه دفع میشی